بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله شرط‌های نماز از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان بن علی رحمه الله تعالی. شیخ الاسلام در اول این رساله چنین گفت که شروط صلات 9، یعنی شرط‌های نماز 9 تا میباشند. بعد از آنها را اختصارا ذکر کرد که الاسلام و العقل و التمییز و رفع الحدث و ازالة النجاسة و ستر العورة و دخول الوقت و استقبال القبلة و النیه، یعنی یکم اسلام است. بعد از آن به تفصیل و اینها را به دلیل گذشت. یکم اسلام است، دویم عقل است، سوم جدا کردن است میان سیاه و سفید، یعنی که سنه که در این سال کس نیکو از بعض جدا کردن میتواند، و دور کردن حدث است که این طهارتی معروف است، و نجاست را دور کردن از بدن و از جامه و از جای نماز و پوشانیدن عورت است و در آمدن وقت است. گفتیم درسی گذشته. درس امروزه و استقبال القبلتی بوده است، یعنی رو به قبله آوردن و نیت را نیز میگذاریم انشاءالله و نیت کردن است. میفرماید الشرط الثامن، یعنی شرط 8 نماز استقبال القبله، رو به قبله آوردن است. استقبال القبله یعنی روی به قبله آوردن است. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخنی الله تعالی است، چنین می‌فرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یعنی واقعا ما به طرف آسمان گردانیدن روی تو را میبینیم، یعنی ما میبینیم که تو روی خود را به طرف آسمان بالا میکنی به امید آن که الله سبحانه و تعالی یعنی فرمان را نازل کند تا رو به طرف بیت الله، یعنی که کعبه آورده شود گفته، زیرا که در همان حین تا نازل شدن این آیت مردم به طرف بیت المقدس روی آورده نماز میخوانند. تقریبا 16 و 17 ماه به طرف بیت المقدس مسلمان ها نماز میخواندند. بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشتاق و انتظار و نگران بود از طرف پروردگار که شاید آیت نازل می شود که رو به طرف کعبه آید. بنابراین الله سبحانه و تعالی فرموده ایستاده است که واقعا ما می بینیم تو چگونه روی خود را به طرف آسمان می برداری یا که متوجه می کنی. فلنولینک، البته ما تو را رویت را به طرف یک قبله می گردانیم که ترضاها، این پسندیدی تو می باشد، یعنی که راضی می باشی. از همین روز اعتباراً فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی خود را به طرف مسجد الحرام بگردان، یعنی متوجه به طرف مسجد الحرام بشو. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، اینکم برای جمیع امت است و هر جا که شما باشید روی خود را به طرف بیت الحرام یا که مسجد الحرام چکار کنید؟ در وقت نماز بگردانید. این بود شرط 8 روی به
قبله آوردن و دلیلش. نیز می‌فرماید الشرط التاسع، شرط نهم آخران، شرط النیة و محلها القلب و تلفظ بها بدعه. چی بود است؟ نیت کردن است و محل نیت قلب است. یعنی کفایت میکند که همون انسان وقتی به طرف مسجد متوجه میشود یا که به طرف جای نماز، همون به قلبش نیت کند که به نمازخانه رفته ایستاده است. فهمیده؟ و به زبان که همون نیت را وردی زبان کردن بدعت است. نیت کردن بگذارم 2 رکعت فرض نمازی بامداد، وقتی که بر من از روی آوردم به قبله من جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ایستاده خالصا لله تعالی، الله اکبر، این بدعت است. گرچه که بعضی صاحبای مذهب گفته باشند که و مع اللفظ، خیلی مختصر میگم، و مع اللفظ افضل، یعنی با زبان گفتن افضل است. یکون کس حق ندارد که یعنی یکون نوع عبادت از پیش خودش گوید که بهتر است و که خوب است، سنت است، فرض است، واجب است، به دلیل گفتن یکون کس حق ندارد. بنابراین این خیلی هم یک جنایت کلان است که کس به دلیل در کتاب فقه می نویسد که و مع اللفظ افضل، یعنی که با زبان خواندن و زبان نیت کردن این افضل است. گفتن این خیلی هم جنایت کلان است، در که نام شریعت به دلیل گپ زدن است. بنابراین کفایت میکند که انسان به همون قلبش چه نیت کند. و دلیل حدیث انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى، این حدیث امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند، لیکن لفظ از آنی امام مسلم می باشد. خب لفظ امام مسلم انما الاعمال بالنیات آمده است، اینه که حاضر انما الاعمال بالنیات، نیت صیغه جمع آمده است، این از آنی بخاری است، اما در لفظ مسلم بالنیت آمده است. هر این عملها با نیتها وابستگی دارد، یعنی عملها درست بودن و درست نبودنشان به نیت وابستگی دارد. اگر نیتتان خالص باشد عملتان درست است، اگر نیتتان خالص نباشد معلوم است که عمل ویران است. و انما لكل امرئ ما نوى، و برای هر انسان همان است که نیت کرده است. یعنی شخص به نیتی کردگیش میگیرد اجر و ثواب باشد. شخص برای نیتی کردگیش چی؟ اجر و ثواب میگیرد. برای من یعنی که برای هر یک کس نیت کردن شرط از ضرور است گفته شده است. این بود یعنی که با آخری شرط های نماز 9 تا شرط تمام کردن. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.